امروز میخوایم با مولتیمتر تست تریاک یا ترایاک رو انجام بدیم. بریم که شروع کنیم. به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر. دوباره به علم و صنعت خیلی خوش اومدین. از اینکه همراه ما هستین از صمیمانه ازتون تشکر میکنم. همطور که میدونید ما در جلسات حالا گذشته در ویدیوهای قبلی 2 قسمت در مورد مولتیمتر کار کردیم که اگه تا الان ویدیوشو ندیدین اینجا لینکشو براتون میذارم. یه دونه تست سلامت ماسفت انجام دادیم، تست سلامت خازن و دیود و لامپ‌های LED رو با هم انجام دادیم. امروز میخوایم در مورد تریاک یا ترایاک صحبت بکنیم، ببینیم که تریاک یا ترایاک اصلا چی هست، تست سلامتش چجوری هستش و چه کاربردی داره، تفاوتش با ادوات الکترونیک قدرت دیگه چی هستش و این چیزا. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. اگه تا الان چنل ما رو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و از این سری ویدیوها استقبال میکنید لطفاً تو کامنت ها بهم بگین تا ویدیوهای بیشتری در مورد تست قطعات الکترونیکی انجام بدم. تریاک ها یا ترایاک ها یک قطعه الکترونیک قدرتی محسوب میشن که برق AC رو میتونن کنترلش بکنن. میتونیم بگیم که عملکرد تریاک ها بسیار مشابه تریستور ها هستش که البته تا اینجا من در مورد تریستور ها صحبت نکردم، ولی انشالله حالا قطعش رو تهیه میکنم و در مورد تریستور ها هم صحبت میکنم. خب تفاوت تریاک یا ترایاک با تریستور این هستش که تریاک ها برخلاف تریستور ها میتونن جریان رو توی 2 جهت عبور بدن و اینکه تریاک رو ما میتونیم به عنوان کلیدی برای کنترل عبور جریان AC به لودمون وصل بکنیم و ازش استفاده بکنیم. خلاصش رو اگه بخوام بگم تریاک و تریستور و ماسفت همشون یک کلید الکترونیک قدرتی هستند که وظیفه قطع و وصل جریان رو بر عهده دارن. در مقایسه با تریستورها تریاک ها رنج جریان کمتری دارن و نهایتاً 40 تا 50 آمپر جریان ما میتونیم ازش بکشیم و همونطور که میدونین اکثر ادوات الکترونیک قدرتی هم 3 تا پایه حالا گیت و آنود و کاتود دارن که اینجا هم در مورد ترایاک هم این 3 تا پایه صادق هستش. خب اکثرا در کتاب‌های الکترونیک قدرت و الکترونیک صنعتی مدار معادله مربوط به تریاک ها بدین شکل هستش که از 2 تا پایه آنود تشکیل شده و یک گیت و همونطور که مشاهده می‌کنین 2 تا دیود به صورت برعکس هم با همدیگه موازی شدن. خب در سمتی که ما گیت داریم همون سمت یه پایه آنود 1 داریم و اون یکی سمت هم آنود 2 هستش. اگر چنانچه دیتا شیت مربوط به یکی از تریاک ها رو استخراج بکنین، دانلود بکنین، این شکل رو بدین حالت هم میتونین مشاهده بکنین که باز آنود 1 رو با T1 نشون داده، آنود 2 رو با T2، گاهن بعضی جاها MT1 نشون میدن، مین ترمینال بهش میگن، یا MT2 و گیت هم که با علامت G نشون داده میشه. خب من اینجا تریاکی که دارم مدل BT138 هستش که الان اینجا هم برای شما نشون میدم. اینجا عددش رو نوشته BT138 اگه دوربین بگیره. خب BT138 دیتا شیتش هم دقیقاً مشابه همین تصاویری هستش که ملاحظه میکنین. پایه اولش پایه مربوط به آنود 1 یا T1 هست، همینجا هم نشون دادیم آنود 1 یا اینجا اگه بخوایم ببینیم T1 هست. پایه دوم مربوط به آنود 2 یا MT2 یا T2 هستش و پایه سوم گیت هستش. اکثرا در تریاک ها همین روال برقرار هست، یعنی پایه اول از سمت چپ ترمینال 1 آنود 1 هست، ترمینال دوم آنود 2 هست و ترمینال سوم گیت هستش. عذرخواهی میکنم. یعنی اگر چنانچه من بیام و تریاکم رو بدین شکل اینجا قرار بدم، پایه اول از سمت چپ آنود 1 یا T1، پایه دوم T2 یا آنود 2 و پایه سوم گیت من هست. این قسمت هم باز آنود 2 هستش، یعنی اتصال فلزی این قسمت هم همون نشونگر T2 هست اکثرا. اما چرا اینجا سوراخ هست؟ از اونجایی که تریاک ها و ماسفت ها و اینا زیاد داغ میکنن، اینجا یه قسمت رو تعبیه کردن که ما بتونیم با پیچ به هیت سینک وصل بکنیم و از
گرمای اضافه و داغ شدن قطعمون و سوختنش جلوگیری بکنه و هیت سینک بیاد اینو خنکش بکنه. خب اگر من بخوام نحوه کار تریاک رو به شما توضیح بدم، همونطور که قبلا هم گفتم، تریاک و تریستور و ماسفت همه اینها سویچ هستند، کلیدهای الکترونیک قدرتی هستند و اینجا اگه مشاهده بکنین ما یک مدار اصلی رو داریم که مثلا یک برق 12 ولت دی سی وصل شده به یک لامپ و سری شده با یک تریاک. این تریاک اینجا نقش یک کلید رو بر عهده داره، یعنی زمانی که تریاک من وصل کنه روشن بشه، این مدار سمت راستی، این حلقه، بذار شکلش اینجا بکشم، این لوپی که من اینجا دارم، این لوپه کامل میشه و اصطلاحاً جریان از این برق 12 ولت شروع میشه، میاد لامپ رو روشن میکنه و مسیر حلقه من بسته میشه. اما چه زمانی من میتونم اصطلاحاً تریاکم رو روشن بکنم؟ فعال سازی تریاک از طریق پایه گیت هستش. همونطور که مشاهده میکنیم ما گیت رو هم به یک منبع 1.5 ولتی دی سی وصلش کردیم که نقش سیگنال کنترل رو داره. الان اگر مشاهده بکنی این کلیدی که من اینجا گذاشتم خب روشن نیست، اصطلاحاً مدارباز هست یا خاموش هستش. اگر چنانچه من این کلید رو، خب وقتی که کلید روشن نیست در واقع این باتری منبع حالا 1.5 ولت دی سی گیتش به گیت اعمال نمیشه و اصطلاحاً گیت فعال نمیشه و در واقع این تریاک من هم خاموش هستش. اگر چنانچه من بیام و این سویچ رو وصلش بکنم، وقتی که سویچ وصل بشه این 1.5 ولت دی سی یک جریانی رو به گیت میده، گیت من اصطلاحاً فعال میشه و موجب روشن شدن تریاک میشه. با روشن شدن تریاک این مسیر بسته میشه و لامپ من روشن خواهد شد. خب باز دوباره اگر گیت رو غیر فعال بکنیم طبیعتاً تریاک من هم خاموش میشه و لامپ من اصطلاحاً خاموش میشه. خب بریم تست سلامت تریاک ها رو با مولتیمتر انجام بدیم و ببینیم که اصلا چجوری هستش. خیلی خوب، اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که خب من پایه پروب قرمز رنگ رو به بخش دیودی میزنم و پروب سیاه رنگ رو به بخش مشترک یا کامن میزنم و مولتیمترم رو روی تست دیود قرار میدم. دوستانی که با نحوه کار مولتیمتر آشنا نیستن حتما اون دو قسمتی رو که در مورد مولتیمتر صحبت کردیم رو مشاهده بکنن. خیلی خوب، الان ببینید هیچی به من نشون نمیده و OL رو برای من نشون میده چون که اصطلاحاً پروپامو هنوز جای نذاشتم. برای اینکه مطمئن بشم من تریاکم سالمه، تنها کاری که باید انجام بدم این هستش که یکی از پروپا رو، حالا قرمز رو، باید بذاری روی پایه اول یا T1، اون یکی پروب رو بذاری روی پایه سوم یا گیت. اگر در این حالت مولتیمترم توی تست دیود باشه یک عددی رو اینجا به من نشون بده که اوکی هست. اگر نشون نده و OL باشه قطعا همین الان دیگه مطمئن میشم که تریاک من خراب هست. خب پس اولین قدم برای تست سلامتش این هستش که یکی از پروپا روی پایه 1، اون یکی روی پایه 3 یا گیت باشه و اینجا یک عدد رو به من نشون بده. بقیه حالت ها، یعنی اگر من پروب رو بذارم روی 2 و 3، 3 و 2، 1 و 2 و حالا آره دیگه این حالت ها ما بقیش باید همشون OL رو به من نشون بدن. در غیر این صورت تریاک من مشکل داره و خراب هستش. خب اینجا الان من یک تریاک حالا دارم، بذاریم ببینیم که سالم هست یا نه. مولتیمتر رو بذاریم بیارم نزدیکتر. خب من یکی از پروب ها رو به پایه اولی میزنم اینجا. حالا بذاریم دستمو اینوری بیارم که شما هم بتونید عدد رو ببینید. پروب اولی رو، قرمز رو میذارم روی پایه اول و دومی رو میذارم روی پایه سوم. همونطور که میبینید یک عددی رو به من نشون میده. این عددی رو که به من نشون میده یعنی نشونگر این هست که تریاک من تا حدودی سالم است. برای اینکه مطمئن بشم سالمه، این یکی از این پروپا رو ور میدارم روی پایه دوم میذارم. ببین دیگه هیچی به من نشون نمیده، OL به من میده. یا فرضاً به جای پایه 1 و 3
روی پایه 2 و 3 امتحان میکنم، باز هم اصطلاحاً OL رو به من نشون میده. روی پایه 1 و 2 میذارم، باز هم OL هست و فقط در حالتی این به من یک عدد رو نشون میده که روی پایه های 1 و 3 بذارم مولتی متر رو. پس این نشون میده که تریاک من سالمه. اگر جهت ها رو هم عوض بکنیم، یعنی من 1 و 3 رو پروپا رو جهتشون رو عوض کنم، باز هم باید اون عدد رو به من نشون بده. یعنی الان جاشون رو هم عوض کردم، اون عدد به من نشون داده شد و باز هم مثلا 1 و 2 با جهت مخالف باز هم OL رو به من نشون میده. پس تنها راه تست سلامت تریاک این هستش که پایه 1 و 3 عدد رو به من نشون بده، مابقی حالت ها در هر جهتی OL رو به من نشون بده. ممکنه این عدد تو مولتی مترهای مختلف متفاوت باشه یا توی هر تریاک مختلف متفاوت باشه. بعضی از تریاک ها مثلا اینجا و بعضی از مولتی مترها 0.70 نشون میدن بین پایه 1 و 3 که مثلا نشون میده که این سالم هست و مثلا درست کار میکنه. اما مولتی متر من عدد 6 دهم رو مثلا نشون داد، 4 دهم رو گاهن نشون میده، 2 دهم رو نشون میده و نشونگر سلامتی اصطلاحاً تریاک است. این یکی تریاک هم باز سالم هستش، ولی من میخوام تستش کنم ببینم که این هم درست کار میکنه یا نه. دوباره یکی از پایه ها رو روی حالا این وری بیارم دستم و یکی از پایه ها رو روی پایه اول قرار میدم، اون یکی رو روی پایه سوم. ببینید این الان 4 دهم رو به من نشون داد. بین پایه 1 و 2 OL هست، درسته. بین مثلا 2 و 3 باز هم OL هست و این درسته. جهت ها رو اگر عوض بکنم، مثلا مثبت رو این دفعه بزنم روی 1، منفی رو بزنم روی 3، باز هم همون عدد قبلی رو به من نشون میده که این نشون میده که اصطلاحاً تریاک من سالم هسته. خب امیدوارم که در مورد تریاک ها هم یک اطلاعات کلی به دستتون بیاد و اگر خواستین تستش بکنین با مولتی متر دیگه دچار مشکل نشین. همینجا این ویدیو رو تموم میکنم. حتما اگر از این ویدیوها خوشتون اومد خواهش میکنم که کامنت بذارین تا من بدونم. الان بعضی از دوستان لطف کردن در مورد اسیلوسکوپ برای من کامنت گذاشتن که حتما ویدیو بعدیمون در مورد اسیلوسکوپ خواهد بود. یه قسمت ساختیم، یه قسمت دیگه‌ش هم میسازیم. من در حال ضبط ویدیوش هستم. خب ممنونم از لطفتون و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.